سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز جمعه 1 می همراه شما. مقامات قرقیزستان امروز گفتند 7 شهروند تاجیکستان از جمله 3 افسر آژانس مبارزه با مواد مخدر را دستگیر کردند که به اجازه رسمی برای کارهای تفتیشاتی به آن کشور رفتند. مقامات تاجیکستان گفتند مفتشان تاجیک برای تحقیق قضیه قاچاق 200 کیلو سیماب، یک ماده کیمیایی کشنده، به روستای مرزی قرقیزستان رفتند و غیر قانونی دستگیر شدند. پیش از این مقامات قرقیزستان می گفتند که مفتشان تاجیک 2 ساکن روستای قره‌باغ ولایت بادکند هممرز با ناحیه ایسفره تاجیکستان را ربودند. مقامات دو کشور روز 2 می جنجال بر سر این قضیه را بررسی می کنند. مرز بادکند با ایسفره یک منطقه علامت گذاری نشده بین قرقیزستان و تاجیکستان است و از سال گذشته در اینجا چند ماجرا و مناقشه سر زد و چندین نفر هم کشته شدند. در بازار شاه منصوری شهر دوشنبه سر از روز 1 می فروش لباس و اشیاء روزگار قطع شد و در این بازار سرادم پایتخت تاجیکستان اکنون فقط سبزوات و میوگی می فروشند. خبرنگاری رادیو آزادی شادمان یتیم که به بازار شاه منصور رفت در این دکان‌های لباس فروشی، اسباب روزگار و مسائل ساختمانی را بسته یافت. رسته‌های فروش میوه‌های خشک هم خالی بود. شهردار دوشنبه هفته گذشته امر داد که بغیر از محصولات خوراکه در بازار شاه منصور دیگر مال و کالا نفروشند که این مایه اعتراض دهات تاجری بازار شد. مقامات میگویند هدف از این قرار به ترتیب آوردن بازار و اطراف آن است که همیشه سرادم و سرغوغا بود، اما صاحبان دکان‌های بسته میگویند ممکن است در بازار نوی پایتخت نوی جای نیابند و مفلس شوند. در تاجیکستان بعد از مدت کوتاه بیشتر از 50% صرافی‌ها دیگر باره به تبدیل اسعار خارجی شروع کردند. بانک ملی روز 17 اپریل فرمان داد که با هدف جلوگیری از پایین‌تر رفتن قرب سامانه فعالیت صرافی‌های خصوصی منع کرده شود، ولی این قرار جلوی بی‌قرب‌شوی سامانه و بالاروی قرب دلار را گرفته نتوانست. بعد تابعیت بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی گذاشتن این گونه صرافی‌های خصوصی به آنها اجازه دادند که کارشان را از سر بگیرند. هم بنا هم مثلا تجهیزات تکنیکی برای حساب و کتاب، برای شناخت پیسه، یعنی تجربه کاری، همه چیزا رو فقط تبدیل جای بکنن، یعنی که ساختار دیگر تشکیل وارد میشن. تمام. در 2 هفته اخیر قرب دلار آمریکایی در تاجیکستان بالا رفت و حالا $1 بیشتر از 6 سامانی و 57 دیرم را تشکیل می‌دهد. روز 1 می که در سراسر جهان به حیث روز کارگر تجلیل می شود، امسال در دوشنبه آرام و به مراسم های خاص گذشت. در تاجیکستان 1 می روز استراحت اعلان شده است و در پایتخت دوشنبه مردم از پی کار روزمره خود بودند و تعدادی هم در این روزهای بهاری به بیرون از پایتخت رفتند. حکومت ناحیه فرخار زادگاه بختیار خداینظرف کارگردان شناخته تاجیک برای گرامی داشته خاطره او مراسمی را برگزار می کند. قرار است این مراسم بخشیده به 50 سالگی بختیار خداینظرف روز 29 می صورت بگیرد. از این پیشتر حکومت فرخار گوشه را در آثارخانه ناحیه برای این کارگردان شناخته تأسیس داد که با فیلمهایش برتن و پدر مهتابی من شهرتیار شده است و جایزه های بین المللی را نیز به دست آورده است. تشکیل می‌کنیم روز 29 کینوش جمع‌آوری می‌کنیم در ناحیه فرخار. در اون 5 روز دیگر باید سونده در یک یادبوچه بگذارونیم. روز 29 با هم بایسته دوام 5 و 6 روز دیگر رایگان فیلم‌هایی که جمع شوند کینو را نمایش میکنیم. خویشاوندان بختیار خداینظرف به رادیو آزادی گفتند که کارگردان شناخته تاجیک از خردی استعداد خوب داشت و از مرگ او اندوهگین شدند. او وقتی که نهی اومدن کناش نیمت کردن که خیلی چند سال اولش بود. همجا اخیرون وقت هم نایخون بوده بود. چند روزه ایستادم نایخون ایستاد. خداینظرف که گرفتار بیماری سرطان جگر بود روز 21 اپریل در سن 49 سالگی در شهر برلین آلمان درگذشت. ویدیوی کامل در این باره با اخبار دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.